به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسن. آقای گل محمدی درست سالم مسئول تو اطلاعاته، اما قبل از اینکه مسئول اطلاعات باشه آخونده، جنبه آخوندیش بر اطلاعاتیش میرسه. به نظر من این یه چیزی است که اطلاعات روش نظر داشت و سرمایه گذاری کرد و شخص احمد آقا پسر خمینی هم از 3-4 سال قبل مجاهد از روزنامه خونش از مدرد خونش از اعلامیه خونش همه باید اعلام شد. این که حالا ما بیایم بدون این که فعالیت تازه باشه میگیریم اعلام میکنیم، این معنیش نیست یعنی ما هممون گو خوردیم، همه دستگاه ما قضایی ما غلط بود، معنیش این نیست. شما بدن آقای نه یک کسی که شما محکوم کرده به 10 سال چرا اعلامش کرد؟ جا اصول بیام اونجا ملاقات خط رو نشدیم هم شد که مثل قصالی کنیم تو اونجا چه چیزی میردیم که گفته این هم که تو هیچ تا دنیایی هم چه کاری هست میگم تو احوال میگفتی تو احوال میگفت خیلی اعتضاف بودن. برای من نه گفت یک کسی برای زندان بود و خواهرش مثلا میگفتن تو این ذره هم گفتا خواهرش هم متهم رفتن خواهرش رو آوردن خودش رو اعلام کردن خواهرش 2 روز رفتن آوردن پیش گفتن اینا گفت من خب نسبت به اینا علاقه دارم بینا خواهر گفت نه خواهر 15 ساله گفت مثلا حالا چون برادر اعلام کرد این که یک دختری اینا اعلام کرد اینا میدونی که اصفهان یه ذره آبستن هم توش بوده این که من گفت اصفهان در اصفهان و در مورد دخترها باز خدا شاهده که تا اونجا که میتونستیم چونه داده. این برای شاهده که من که اعصابم قویه واقعا و اعصابم خیلی قویه. من خریدم که فقط دخترها میرسیم دیگه اصلا داغون شده بودم. یعنی به التماس افتادیم که این 2 خط بنویسه و ما بگیم برای به ماه محرم اگر اجازه بدین حاجه باشه ما یه تعدادی رو از اتاقاشون آوردیم برای همین برخورد یه بار برخورد کردیم و نظر ندادیم. اینا الان تو سلولای انفرادی هستن. اگر اینا الان نظر ندیم برگردن توی بند عمومی اینو باز مسائل ایجاد میکنه. اگر اجازه میکنم نه ما هیچ اجازه من حدود 200 نفر هستن ما هیچ که اینها رو با یکیش هم مخالف من با یکیش هم مخالف 50 سال یه برای آقای خمینی قضاوت نکنن میگن آقای خمینی یه چهره خونریز سرباک فتاکی بود. من نمیخوام در تاریخ این گروه باشه چهره ولایت فقیه ما کلید نشون داده لحظه عباس میشن در
مجاهدین خلق اشخاص نیستن، یک سنخ فکر و برداشت است، یک نحو منطق است و منطق غلط را باید با منطق صحیح جواب داد. با کشتن حل نمی شود.